سعید محیدین نوزیموف مردی سالدیده است. مکانی که قبلا ناهموار بود آن را با عرق جبین تا اندازه کارام کرده و نهال درختان میوه دهنده شنانیده است. این موضوع تقریبا 20 سوتیق را در بر میگیرد و بعد زحمت جانکاه زمین سفید خاکش حاصل میدهد. اما از سبب ناقلای بودن جای 2 سال اخیر انگورها را سرما میزند و ثمر نمیدهند. اینجا تپه کلون بودم تا بلند تپه بود. دست درخت شنوندیم، هم درخت ساز کردیم. اینجا را چه خیلی آباد کردیم؟ همین سال همین اساسا کتمان کتی، همین اساسا یک روزی هم یک متر 2 متر کنده همین تروس کتی همین انگورا را شنوندیم. جاری کلون بودیم، همین دو طرف شد بلند جار بود، این طرف هم بلند جار بود. اساسا با هم کتمان همش با کتمان تراتر کتی نی. هم کتمان کتی اساسا آور کرده. هم جب تو خور انتوک خاموش میزد برای پسسده بیزی بدم. این مردی سالدیده تاکید میکند که در شهر ترسونزاده برای گرفتن زمین آبی و حاصلخیز واسطه کردن ضرور است. ما همینجا قریب یک 30 خوجگی همینجا کمبغلا همینجا بچه‌ها هم سرگستوم نگن یگون تمو سنگ تگدیسیم که آدمای با بچه‌ها آدمای پولدارا هم 30 گیتار زمین گرفتن یگون هم کمبغلا اول زمین است. نه این بالا دا 5-6 تا خوجگی این بالا دا نه ساند دادن هم ادیر دادن اكيد ادیر هیچ نمیشه. جای هم آوداره که وای هست زمین آبی پسین آوداره داره هم گرفتگان مودا نیست مودا این لالمیان میشه. انا همین است که امروز چند نفر از دهه همدانی جماعت دهاتی به نام تورسون توچیف موافق سهمشان زمین ندارند. استقامت کنندگان دهه همدانی که قبلا کنگور نام برده میشد تاکید میکنند که پیشتر در زمینهای آبی کار میکردند و ثمره دلخواه به دست میآوردند. من 14 سال بود در یک زمینی 3 گکتار زمین دا آرنده کار میکردم با 7 ازو قطعی کار میکردم. من 2 سال همون زمینه برای گفتن که ما چی میکنیم گرو چی نمیرسه در کالخوز گروش فروختن. این سال ما فهمیم پیشکی ولی ما نفهمیده باید که سهمدار را فایرود میکردن مجلس میکردن که ما سهمای شما را با همین کس میتیم نه مجلس کردن نه یگان کار درک داریم سهمای ما را گرفته مثال خوجگی دهقان تشکیل کرده سرتیفیکات کردیم غیر قانونی ما تشکیل کردیم میریم پیش کمیته زمین میگیم ای مردک ما کار کردیم 14 سال بود من تو چیت ستر پختر سپوریدم تلویزیون پدر که گرفتم و ما کار کردیم روسیه نرفتیم همین زمین قپیدم ایستادیم روزی مردک اومده سندور اینا گرفته خوجگی دهقان تشکیل کرده این درگیجه قانون این زمین ها رو به شخصان واقعی که خواهد همون زمین گیرد یگان خوجگی خودشان برای ماند خصوصا برای باغ پروری داده استاده است. تجدید خوجگی ها چه خیلی به انجام رسید و یعنی همه سهمداران صاحب زمین شدن ببینید حاضرش داره جماعت جررحمان همون اگر وقتی ما خیلی از قرار میرزه خوجگی دهقان از قرار میرزه زمینای بسیار قریب سهمداران زمین صاحب زمین شدن. چرا تا همین کار قریب شده است و با پروژه به اتمام نرسیده است؟ زمینای اصلا لرمی مونده. یه جا سهمدارا بسیاره بین‌ها بسیاره زمین استفاده می‌کنن زمین باز می‌ده. مثلا یک کس 50 گیتار زمین گرفته 40 گیتار با خلق مثلا هم آدمایی که هستن که 50 گیتار زمین سهم ندارن خیلی اوورا همین آدمای هم با بچه‌ها بسیار مودر نمیرسه. حاضر کسی که سوم داره هوای میتونه زمین‌های سخت یک کس گرفته به نام اونها دست مونده گرفته یک تفتیشات نباشه یک چیز نباشه هیچ که ما مثال یگان چیز کار کردن نمیتونیم. چند نفر از ساکنان دهه همدانی خوجگی دهقانی به نام بهادرجان تشکیل کردنی هستند و 2 مراتبه که حجت‌ها آماده می‌شوند آن قیده زمین علاقه از جانب دیگر نفر گرفته شده است. در حجت‌های آماده شده سهم و مقدار زمین نشان داده شده است. باید بعد تجدید شدن اهل زحمت صاحب زمین میشد اما این شخصان اکنون مراتبه سوم است که حجت‌ها را برای گرفتن زمین موافق سهمشان آماده کرده ایستادند. اکم 4 گکتار می‌کنید من 3 گکتار 7 گکتار زمین در همینجا ما کار می‌کردیم همین حجتگاری کردن در وقتی با نظر شراب بود همین زمین‌ها را همه شد رئیس کمیته زمین در وقت با نظر شراب رسوا کرده زمین‌های آبی را لالمی را چراگاه همین تشکیل کرده زمین های نوحیه را ایسرش مونده برآمده رفتگی الان حاضر ما حجتگاری کنیم برای حجتگاری پیش رئیس شهر درآمدن نمیمونن درآمده که چیشون آشکار میشه این قرار دست نمیاد که برای و دستش میمونه بعد اینا ما عادت هم زمین سازی نوحیه مخفی گرفتیم ما گفتیم اینا حجتگاری میکنیم اما زمین سازی نوحیه همه اینا را میدونه سخت ما که در دست هر کس شید ما با کی مراجعه کردیم رفتیم با جماعت هم رفتیم با حکومت هم رفتیم با رئیس کالخوز هم رفتیم میگه که در وقتش خواب بودی همین گپا میزنه که رئیس کالخوز پیشنگی ما را گفته بود که کالخوز در دست من میسته
من یگان کس زمین نمیتیم لیکن وای که برآمد رفت این مردکو فروختن زمین رو بعد رئیس چیزشون به واسطه به چیز مثلا کی مراجعه کرده بشه زمینش گرفت داد همین شب روز به مثلا زمین‌های اوبه 1777 تا خوجگی دهقان خود تشکیل کرد همین زمینی که برگاد ما داریم اول یک قریب چندین برگاد علشید حاضر اودینایف حلیم برگاد های اودینایف حلیم برگاد های مور زبط گفتن برادر خود سهمای ما سهمتون هست میگه که زمین نیست سهم داره همه شرط هست اینه که بگه زمین تمام شده شما ادیر بروی ما چیکار در اینجا کار کردیم 14 سال بود یک آدم مثال گیریم میرم در ادیر جای به او جای مقصد که ناسوس او نمیشه ما در اینجا مهنت کردیم مور اینجا میبرن اونجا اینجا این مردکایی که در هیچ کار نکردن اومدن ایبود شو زمین میگیرن قرار حکومت جمهوری قطعی تجدید در قصه چیکار میشه با روزگی زمین استفاده برنده میشه اگر من صاحب زمین باشم مثلا سر قلاق نمیتیم چه من قرار حکومت جمهوری بانک گفته ای که یک لب ای پایان سر کرده دادن لازم مثلا من با قرای من باز پایان تور بود پایان مابین تور بود ای مابین مثلا ای سهم خودم جدا کردم میگیرم یگان این خیلی شباب معاملگی نیست ما با 3 هکتار زمین ما 7 ازو کار میکردیم 7 ازو کار میکردیم با یک ازوی ما 29 سوتیخ توری می اومد من خودم اویلم دو خش نزدیکم امام و جانم سهمش گرفتم 30 سوتیخ 1 هکتار 20 سوتیخ باید من سهمدار شم از 3 هکتار زمین با 1 هکتار 20 شما گیرم لیکن همش او مردک نظر و شهرت نورماتویچ که در تاجیکستان و شهروندی روسیه می باشد اومده آدمایی که فوت دیدن در خیت حیات نیستن چخیل با کدام حجت گذاری کرده سهمای ما را گرفته ما درک نداشتیم ما گفتیم که خوجگی کمپلیتی کار میکنیم همینا ما به درک شخصانی که صاحب زمین پرزیدنتی هستند میگویند بعد چند مرتبه عوض شدن موضع جایگیرشوی آن شماره زمینداران و مساحت زمین ها کم گشت. زمین پرزیدنتی ما الان همینجا بود 9 قریب 10 هکتار 9 هکتار 80 سوتیک 10 هکتار بگیم همین زمین پرزیدنتی بود متاسفانه زمین پرزیدنتی را گرفتن از خلق کشته گرفتن از سیلایکو سیلبر از سیلبر اوسو گذروندن دیوم کراتا یکی گذروندن همینجا زمین پرزیدنتی بود مردم محصولات کوردگی بودن کارتوشکا گندم مکه کوردگی بودن گندم وقتی پختنش بود پیاز وقتی چیندنش بود آکاش فرمان داد که کالخوز جماعه همی خوجگی تراکتورهای بسونش روی کرد که سرانده پرتایتون همه وقتی که همه زمین را سر میکردن یا زنه خشد تاگی تراکتور پرتافتگی دا تراکتورچی مان کرد و گشته آمده پیش همی آواز و نورالی سعیدش اومده گفت که تو چه خیال میکنی زای نکرده سودی تراکتورچی گفتگی دا گفت که این زنه خشد تای تراکتور پرتافتگی گفت ای بولاش گذار گفت جوابش من نتی کرده دیگه جواب دوده که در حقیقت من زمین من 10 سوتخ بود زمین پرزیدنت تازه اینجا با کوچاندن 7 سوتخ شده مانده است هم دو قطعه که همون زمین پرزیدنت را یک قطعه بقیه دیگه کوچاندن اونجا بس چونا کرد با زمین همین من اینجا زیاده از 10 هکتار زمینی پرزیدنتی برای خلق جناب بیلی جدا کرده که سیم قطعه این سیم قطعه الان ما مسد را نگاه کنیم همین 10 هکتار زمین محصولات چه میکنن کشت کار میکنن بیچاره خلق با گوجه برانه دیگه که راه چیکار کرده چیکار کنده از جایی که باغ دارد با 2-3 متر با سینی برم راه در حرکت کرده سیتکه کجده من سیتکه کجده مردم چیکار کردن نمیدونن در رایون مراجعت میکنن در کمیته زمین آدم دارن ارگان پروکراتور توری سیمی رو شاید به خاطر محکم کردن اطراف زمین و وسیع نمودن مساحت آن کشیدند ولی با استفاده از تکنیک چر و زحبور کندند این نامعلوم است و اکنون برای حرکت مردم مشکلی پیش آمد ساکنان اطلاع میدهند که صاحبان زمین 1 هکتار آن را با عوض 5000 سومونی برای 1 سال به اجاره میدهند پس اگر زمین را شخصان علاهیده گرفته آن را همچون منبع تجارت تبدیل دهند دهقان اصیل مجبور می شود تا هنگامی به بازار پیشنهاد کردن ارزش محصولات را بلند کند زیرا اگر 5000 سومونی اجاره پولی دهد و 5000 دیگر برای کشت محصولات صرف کند برای اهل زحمت ضرور است که پیش از همه 10000 سومونی صرف کردهش را گیرد و بعداً درآمد به دست بیارد یک هکتارش 5000 سومونی 1 هکتار زمین میگیرند 5000 سومونی 500 سومونی تو رو میگیرد از صدیقش همین خیلی فروخته خلق امو خوجگی دهقانی با منفعت خچه و با منفعت دولت مسپر شما نمیدونیم خوجگی دهقانی با مسئله میرزوی که خلق داده میگم من چک دارم کورده است در دهه همدانی عین زمان ساختمان منزل‌های استقامتی در زمین‌های آبی ادامه دارد. اهالی میگویند قبلا این موضع همچون زمین‌های کارام استفاده می‌شد و اهل زحمت زراعت کش می‌کردند.
ҳолати воқеӣ низ чанд сол пештар ҳамчун замини корам истифода шудани ин мавзеъро исбот мекунад. ҳамун хештавори ҳамун авваз саидич хонаву дар кара гирифтагӣ ягон бегона нест ки мо бигем ки иҷа бегона ҳай. заминҳои обие ки барои манфиати халқ лозим ай худсарона ишғол карда сохтмон карда истодаанд. заминҳои оби ба масалан қарори 2000 қати 353-355 қати ягон ҷо ба заминҳои оби ба мо ба масалан сохтмони манзил истиқомат шудагӣ нест. ягон ҷода ин факторро мо инкор мекунем. дар деҳаи ҳамадонӣ ҳаст пушти литсеи суғдиён. ҳадида мебароем масала. ҳама соҳиб дошта ми замин. ҳама хона карда. Намедонам чӣ хел гирифтагӣ. Лекин ман як моҳ ҷои котиба кор кардам. ин сифа ҳуҷҷаташон ҳаст. ҳами замин тақсим кардагӣ қарор ҳам чизшон ҳаст. мо ҳамиқадр хоҳиш дорем ки биан ман агар мо гапу нобовар бошаду нотури бошад биан мо нишоншон метиҳем ҳамун ҷое ки замини оби ҳай 2 гектар ягон одам калхозчӣ ё ягон одаме ки мақсад ки аз дигар қишлоқҳо омада гирифтагиам ин замини замини обира. барои зиёд шудани истеҳсоли маҳсулот ва фаровон гаштани он дар бозор зарур аст ки пеш аз ҳама замин ба деҳқони воқеӣ дода шаваду мувофиқи имкон кӯмак дарёфт намояд. дар сурате ки деҳқони асил имрӯз соҳиби замин несту барои гирифтани саҳмаш ба мушкилӣ рӯбарӯ асту ҳеҷ муваффақ намешавад, чӣ гуна истеҳсоли маҳсулот зиёд мешаваду нархаш дар бозор поён меравад. дар деҳаи ҳамадонӣ ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Туйшиеви шаҳри Турсунзода сохтмони манзилҳои истиқоматӣ дар заминҳои обӣ идома дораду истиқоматкунандагон мегӯянд барои гирифтани замин мувофиқи сам зарур аст ки восита намуд.